گندالف در فیلم هابیت و در جواب سوال گالادریل در مورد اینکه چرا یک آدم کوچولو یا همون هافلینگ رو برای مأموریتش انتخاب کرده جمله زیبایی میگه. اول میگه نمیدونم. سارومان اعتقاد داره که فقط قدرت بسیار زیاد میتونه جلوی یک شرور رو بگیره، اما این چیزی نیست که من یافتم. من دریافتم که این چیزهای کوچک و کارهای روزمره مردم عادی هست که میتونه جلوی سیاهی رو بگیره و اون رو محاصره کنه. کارهای ساده‌ای مثل مهربانی و عشق ورزیدن. اما چرا بیلبو بگینز رو انتخاب کردم؟ شاید به خاطر اینکه منم گاهی میترسم و اون به من جرأت میده. موفق باشید.